وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم اینها را لجانشان خواجه‌های خارجی به دست گرفت. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ‌زاریشان کرده. 26 میلیون همین گروه و راهبریشان میکردن از خارجه. همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبادلات و کردن. ادعای اخیر پرزیدنت تاجیکستان درباره دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در خارج بوده هیچ با واقعیت نزدیک نیست، زیرا نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان ملی تاجیکستان که حزب عضویت آن را دارد نه تنها در راه اندازی این اعتراضات در بدخشان دست نداشتند بلکه هیچ کمک مالی هم نکردند، همونطوری که مقامات تاجیکستان دعوا دارند. و نباید این هم فراموش کنیم که حکومت تاجیکستان به خصوص شخصا خود پرزیدنت تاجیکستان طول 30 سال حاکمیتش برای روپوش کردن ناکامی‌های خودش در سیاست داخلی و خارجی همیشه دنبال پیدا کردن و یا ساختن دشمنی داخلی و خارجی بوده است و این دشمن‌ها همیشه نام‌هایشان عوض میشن. گاه ازبکستان، بعد می‌بینیم که معلوم میشه که اصلا ازبکستان هیچ دشمنی با تاجیکستان نداشته است بلکه میتوان دوست بود. بعداً کدام یک کشوری به همه معلوم اما جسارت نمیکند نامش رو بگیرد و بعد میبینیم که خودش با سری تعظیم و با تملق و خوشامدگویی به همون کشور سفر میکند و گاه ها میبینیم که یا مردمی بدخشان را دشمن اعلان میکند یا حزب نهضت یا حتی بلاگرها و روزنامه‌نگاران مستقل را. بنابر همین این هم ادامه همون سیاست قبلی هست که همیشه باید دشمن تراشید و همه کمبودی و عیب‌های خود را بر سر این یا دشمنی داخلی و خارجی زد. اما درباره اون مبلغی که اولا 6000 بود بعد 7000 دلار و اخیراً مبلغی خیلی بلند 26 میلیون سومانی هم از زبان پرزیدنت تاجیکستان صدا داد که گویا ما به مردم بدخشان کمک کرده باشیم یا برای راه اندازی اعتراض ها. البته این یک افسانه بیش نیست و اپوزیسیون تاجیک در خارج طبیعی است که چنین امکانیت ها را ندارد و نخواهد داشت و این را نه تنها همه میدانند بلکه خود پرزیدنت تاجیکستان و مقامات هم میدانند. اما چرا این تهمت و دروغ ها را میگن؟ این هم فقط به خاطر بزرگنمایی کردن خطرها و گویا واقعا هم کسی از خارج مبلغ گذاری میکند این گونه اعتراض ها را، در صورتی که این اعتراض ها خودجوشند و سبب هایشان معلوم است. سبب هایش سیاست های اشتباهی است. اگر امام علی رحمان در بدخشان و عموما در تاجیکستان چنین سیاست های اشتباهی را نکند، اپوزیسیون تاجیک نه اینکه 26 میلیون میلیاردها سامانی هم اگر خرج کند مردم به حرکت نخواهند آمد، زیرا هیچ دلیل برای اعتراض نیست. اما وقتی که خود اشتباه های مقامات باعث می شود که مردم اعتراض کنند، از آن جمله سیاست های کدری، از آن جمله فساد، کروپسیا و از همه مهمش قبول نکردن مردم بدخشان همچون یک مردم خودشناس و مستقل و مردمی که واقعا هم زبانشان و فرهنگشان تمدنشان دیگر است و آنها دیگر بودن میخواهند. در هیئت تاجیکستان با مردم تاجیک، اما باید اعتراف کرد که بالاخره یک انسان حق دارد، یک گروه، یک قوم حق دارد که دیگر باشد و دیگر بودنش رو دیگران اعتراف کنند. امام علی رحمان و حکومتش این رو اعتراف کردن نمیخواهند و اصل مشکلات هم در همین است. و حالا دیگر این که ما از بیرون مبلغ فرستادیم میانه، این یک دروغ بیش نیست و اگر اپوزیسیون تاجیک چون مبلغ ها را می داشت به هیچ وجه اون را صرف چون اعتراض هایی که اصلا حالا برنامه ندارند و معلوم نیست به چه خاطر اعتراض کرده می شود بدون کدام هماهنگی آن را خرج نمی کرد. اما در عموم میتوان گفت که این یک تهمت و دروغ نوبتی است.
اما اینکه پرزیدنت تاجیکستان بر قصدانه نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میگیرد، دو هدف دارد. یکی هدف داخلی که باز هم میخواهد مردم را تفریقه اندازد و بگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفدار آرامیش نیست و همیشه در فکر تبادلات و این گونه کارها است. و یک هدف دیگر خارجی است که با این با نظر داشتیم که ما در همسایگی افغانستان قرار داریم و خطر افراطگرایی دینی خیلی بالاست و جامعه هم نه تنها جامعه داخلی بلکه جامعه بین المللی هم نگرانی هایی دارد و با این هدف میخواهد که کشیدن پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آن است که در سطح جهانی طرفداری بیشتر داشته باشد و بخصوص در کشورهای غربی دیگر از امام علی رحمان حقوق بشر، دموکراتیا و آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی دین را طلب نکنند، چون باید همه اعتراف کنند که او در یک مبارزه به امان علیه افراطگرایی هست و همین گونه بزرگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حادثه‌های داخلی من فکر میکنم که بیشتر برای روپوش کردن اون برنامه‌هایی که در داخل کشور دارد به همون خاطر است. اما از طرف دیگر من فکر میکنم این یک اشتباه بزرگی هم هست. حالا نباید ما از واقعیت ها دور شویم. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان چقدر توان و قدرت دارد برای جامعه معلوم است. ما آن را نمیخوایم نه کم نشان بدهیم نه زیاد. اون چیزی که واقعیت است، واقعیت همون است. با کم کردن ما یا زیاد کردن ما این چنین با کم و زیاد نشان دادن امام علی رحمان نه به قدرت ما می افزاید و نه از قدرت ما چیزی کم می شود. اما در دراز مدت من فکر میکنم که بر ضرر خود حاکمیت می انجامد، برای آنکه از یک طرف اونها میگن که اپوزیسیون در خارج بوده، از اون جمله حزب نهضت، پیمان ملی هیچ توان و قدرت ندارند و اونها بیهوده فعالیت میکنند. از طرف دیگر کمترین حادثه را در داخل تاجیکستان به ما ربط میدهند و یک تناقض در موقع در سخنهایشون دیده می شود که بالاخره باید تکلیفشون را خودشون مشخص کنند که آیا ما یک اپوزیسیون ضعیف و پراکنده در خارج هستیم که هیچ تأثیری در داخل نداریم یا اپوزیسیون هستیم که واقعا می توانیم از دور باز هم در داخل تاجیکستان اعتراضها را تشکیل کنیم و کارهای را علیه حکومت امروزه انجام بدهیم. و این تناقض در منطق و در صحبت‌های حکومتداران تاجیکستان وجود دارد و فکر میکنم ادامه این تناقض و این منطق بر ضرر خود حکومتداران انجام خواهد شد.